اشتباه ما اینه که فکر میکنیم همه آدما مثل خودمونن، ولی اینجوری نیست. اینجوری نبود. ما از کسی نامردی دیدیم که روزای اول باورش نمیشد که بتونه کنار ما باشه. ما از کسی دروغ شنیدیم که چشم بسته قبولش داشتیم. ما با کسی بودیم که چشم نداشت ببینه چه کارایی براش کردیم. دل نداشت که مثل خودمون برامون معرفت بذاره. جنبه خوبی نداشت. آدما خیلی زود بهت ثابت میکنن، بهت نشون میدن که چقدر پوچ و بیارزشن. قدرتون نمیدونن، ترکت میکنن، میرن با 4 تا منفعت طلب میگردن. موقعی که سرشون نامردی در آوردن تازه قدرتو میدونن. یه نفر یه اسب داشت، اسبشو فروخت، با پولش رفت 10 تا خر خرید. دورش شلوغ بودا ولی همشون خر بودن. این حکایت خیلی است. بچه ها تعجب نکنید